زن بانو او را بازن در نازکی به برگ گل تشبیه می دهند. حتی ضعیفه یا عاجزه هم می نامند. اما اراده و متانت، صبر و طاقت و شجاعت و غیوری که به بعضی از بانوها داده شده است شاید از مردان هم کم نباشد. از این رو زنها امروز در جامعه در تمام ساحه ها با مردان در یک صف ایستاده مهنت می کنند. زن شفاکار، زن آموزگار، زن خواننده، زن راننده و غیره و غیره. بینندگان عزیز، عین حال ما در ساختمان یک بینای بسیار آشنایی که در کوچه رودکی شهر سمرقند برده شده ایستاده است آمدیم. سببی به اینجا آمدن ما باشد به نوار گرفتن فعالیت یک نفر بانو می باشد که با راندن چنین یک تکنیکای بزرگ با حشمت یعنی کرانی باربردار می باشد. انا این تکنیکای بدهیبت کرانی باربرداری 20 تنگی را که می بینید بانوی اداره می کند که جثه خردکی نازک دارد. او در سمرقند یگانه زن بانوی است که کران می راند. برای رفت کاری او را از کابینه به نوار گرفتن ما را ضرور بود با نردبان کران به بلندی 47 متر برایم. اما از روی قاعده بی خطری به ما اجازت ندادند و از راننده کرانی دویم سیفالدین اکا خواهش کردیم تا که به کابینه کران برآمده برای ما نوار برداری کند. از قهرمان لوحه‌مان خواهش کردیم که برای صحبت به پایان فراید. او در یک لحظه به پایان فرآمد. دادم استا بگه ماشین استا دادم. پدرم استای ماشین بود. از خردی به کاری وی ذوق داشتم. کلیدهایش را آورده می دادم. به کارش ذهن می موندم و از همین سبب به تکنیک مهر پیدا کردم. به شهر نوایی رفته در مرکز افتاخانشی راندن کرانی باربردار را آموختم. مثل شما همه از من می پرسد که دشوار نیست به من راندن این تکنیکای بدهیبت. من میگویم نه، برعکس. هر قدر به بلندی برایم در هوای تازه کار کردن به من راحت میبخشد. دشوار نیست، اگر ذوق داشته باشید آسان است. از بلندی نمیترسم. کسبم به خودم معقول است. همکاران هم شاید از سبب آن که یگانه زن هستم نقص معامله میکنند، حرمت میکنند. وقتی که این کسب را انتخاب کردم اول پدر و مادرم نمیدانستند، بعد فهمیدند و دیدند که ذوقم بلند است، راضی شدند. دائم دعا میکنند، احتیاط شم میگویند. آفرین میگوییم به این بانوی قهرمان. درباره کاری حریت بانو از یک نفر مسئولان کارخانه پرسان شدیم و چنین فکرها را شنیدیم. یک 3 ماه شد آمدگیش به مایان باور نکردیم خیلی زن این کار را میتونستگیش به یعنی که یک تکنیک بدهیبت را اداره میکند. حاضر دیدیم ناز این مردای جای کمبودیش نیست، همه کارا با وقت ساعتش اجرا کرده ایستاده است. هم اهل کارخانه حرمت میکنند، خودش هم نسبت وظیفه با مسئولیت در وقتش آمده وظیفه خودش رو اجرا میکند. از همین فرصت استفاده برده من همین با 8 مرد همه زنان، مادران، خواهران رو تبریک میکنم. برایشان بخت، سعادت، آمد میخواهم.